در تاریخی ترین مرکز شهر فلورانس میدان دومو قرار داریم و در مقابل کلیسای جامع فلورانس و به نام اصلی کاتدرال دی سانتا ماریا دل فیوره، یکی از شاهکارهای فیلیپو برونلسکی هست. این کلیسا لقب بلندترین گنبد آجری جهان رو به خودش اختصاص داده و شروع ساخت این کلیسا از اوایل قرن 14 هست و تا اواسط قرن 15 به مدت 140 سال طول کشیده. این کلیسا یکی از نمادهای اصلی رنسانس در شهر فلورانس ایتالیا است. فلورانس، شهری که تاریخ را در آغوش گرفته و هنوز نفس‌های قرون وسطا در دل کوچه‌های سنگفر شده‌اش را می‌توان شنید. شهری که زمانی زادگاه رنسانس بود، جایی که هنر، فلسفه و معماری دوباره متولد شدند. اولین قدمم را در برابر کلیسای جامع فلورانس می‌گذارم. همان کلیسای باشکوهی که گویی بر قلب تاریخ ایستاده است. گنبد برونلسکی در برابر آسمان آبی می‌درخشد و سنگ‌های مرمرش از روزهایی می‌گویند که استادان بزرگ در همین خیابان‌ها الهام می‌گرفتند. در اطراف صدای ناقوس‌ها در هوا می‌پیچد و مردم با آرامش و لبخند از کنار هم می‌گذرند. در کافه قدیمی بوی اسپرسو با بوی نان تازه و کره‌ای گرم در هم می‌آمیزد و نوازنده خیابانی با ویولون خود قطعه‌ای از ویوالدی را می‌نوازد. با هر قدم فلورانس بیشتر خودش را نشان می‌دهد. از میان کوچه‌هایی که دیوارهایشان صدها سال خاطره را در خود نگه داشتند تا پنجره‌هایی که با گلدان‌های شمعدانی رنگ زندگی را به این سنگ‌ها برمی‌گردانند. از کنار رودخانه آرنو عبور می‌کنم. نسیم خنکی از روی آب می‌وزد و نور عصرگاهی روی پل پونت وکیو می‌رقصد. پلی که هنوز صدای زرگران قرون گذشته را در خود دارد. اینجا در امتداد رود شهر آرام می‌گیرد و زمان کمی کندتر می‌گذرد. به بازار چرم می‌رسم، بازاری پر از رنگ، بوی خاص چرم طبیعی و صدای فروشنده‌هایی که با شور و ذوق از هنر دستشان می‌گویند. هر کیف، هر کمربند، هر دوخت کوچک نشانی از دقت و عشق مردم این سرزمین است. در دل دیوارهای قدیمی فلورانس پنجره‌های کوچکی هست که شاید در نگاه اول دیده نشوند. اما همین پنجره‌ها قرن‌هاست داستانی عجیب را روایت می‌کنند. به آنها میگویند بوکتو دل وینو، پنجره‌های شراب. در قرن 17 وقتی طاعون شهر را فرا گرفته بود، مردم از همین روزنه‌ها شراب می‌خریدند. بدون تماس، بدون ترس، فقط یک لیوان، یک سکه و لبخندی از پشت دیوار. حالا بعد از صدها سال بعضی از آنها دوباره زنده شدند. صاحب مغازه پنجره را باز می‌کند، لیوانی شراب دستت می‌دهد و در همان لحظه حس می‌کنی با گذشته فلورانس ارتباط گرفته‌ای. اینجا تاریخ فقط در موزه‌ها نیست، در همین جزئیات کوچک زنده است. در یک پنجره کوچک و در طعم شرابی که هنوز بوی زندگی می‌دهد. این پنجره‌ای که در رو دیوار تو فلورانس مشاهده می‌کنین به نام پنجره‌های شراب هستند که از قرن 16 میلادی به جا موندن و مخصوص خانواده‌های اشرافی که باغ‌های انگور داشتند بوده و بهشون امکان میداده شراب‌های تولیدی خودشون رو مستقیم به مردم بفروشن. این پنجره‌ها الان هم به عنوان جاذبه‌های توریستی ایتالیا و فلورانس شناخته شده. Thank you. به میدان سینیوریا، همان قلب تاریخی فلورانس میرسند، جایی که کاخ وکیو با برج سربرافراشتش بر فراز شهر دیدبانی میکند. اینجا میدان مجسمه هاست، از نپتون خدای دریاها که میان فواره ها ایستاده تا مجسمه سوارکاری کوزیمو یکم که نمادی از قدرت و شکوه فلورانس است. مجسمه سوارکاری که با وقار بر اسب خود نشسته و در سکوتی بلند داستان روزگاری را روایت میکند که فلورانس مرکز خرد، هنر و قدرت بود. هر گوشه‌ای از این میدان نفس تاریخ را میتوان احساس کرد. در حال گرفتن عکس در میدان دوموی فلورانس بودم که یهویی خودم رو وسط جشنواره شراب کاراماتو دیدم. این جشن هر سال در فلورانس برگزار میشه، چون در واقع یک سنت قدیمی برای آوردن بشکه‌های شراب از روستای روفینای توسکانی به شهر. انگار یه جورایی نماد فراوانی و شادی محلیه.
حالا تصور کن در میان خیابون‌های تاریخی فلورانس یه رژه رنگارنگ و پر از بشکه‌های شراب از میدان دومو فلورانس به سمت میدان سینیوریا حرکت میکنه. این جشنواره همون لحظه نابیه که توش روح فلورانس رو به نمایش میذاره.